دیگه گیرش خیلی بگم اون دیست. حرکت میکنیم یک چیزی میخریم که نریشتم شوتر برویم. یعنی چی میخریم؟ نه تنه بسیار مردم که این کارو میکنن. با چی خاطر نماز رو نمیخونیم؟ سبب بی نمازیتون چیه؟ ما دفعه دیگه کدومی که ما میپرسیمش که نماز که نخونه سیون کش من اینطوری پرتامشون. کدومی که شی؟ فهمیدین؟ الله شرم کنه. خداوند میفرماید که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من نآفریدم جن ها و انسان ها را مگر به خاطر اینکه من عبادت بکنن. الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنه. فهمیدین؟ الله ما را خلق کرد برای چی؟ برای که عبادتش بکنیم. ما در دنیا مثل که پیغمبر فرمود که اشفی دنیا کانک غریب او عابر السبیل. در دنیا زندگی کنین چونان مثل یک مسافر یا مثل یک راهگذر. یعنی تو تاجیکستان میری قضیه چی میبری؟ چیزی در کورت میبری؟ پلتر. که دکتر باشه همه کار کرده میشه. اگر ایمان داشته باشیم و عمل صالح داشته باشیم همه چیز ما. ایمان که با پل بچی مونه؟ شکرم. و عملهای کردگیمون چیزی که با هم رو تاجیکستان میبریم. عملهای ما شما نماز، روزه و طاعت عبادت الله. بچه میکنیم بیا با وقت میرم. انسان اگر که الله را فراموش کرد، وقتی که الله او را فراموش کرد، همه بلا دیگه گرفتار میشه. سبب اونه که ما را کی درد میکنند از طرف توها. نماز. همین سببش اینه که بی‌نمازیه. نماز. دیم سببش که الله دور میشه. سومش که ذکر و عبادت الله. چهارمش تلاوت قرآن نمیکنیم. پنجمش که پدر و مادر را احترام نمیکنیم. بسیار از سببش بچه خود ما را کی درد میکنن. مثلا باید ما بینواد نکنیم و ارمنی‌ها را و آذربایجان را و تاجیک‌ها را دیگه و دیگه شن. یعنی ما باید بینواد خودمون نکنیم که ما خودمون نماز نمیخونیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که من صلی صلات الصبح و فی ذمه الله. هر شخصی که نماز بامداد را خوان او در ذمه خداونده. خداوند او را با عهده میگیره که یگان چیز ضرر نمیرسونه. وقتی که نماز بامداد را که نخوندی همه بلا در گرفتار کشی ای خودت بگو که نماز بامداد رو ترک کنی. انا فکر کنید که شما قریب از تاجیکستان مگیتون یگان بار نماز نخوندین. خدا نکنه که مثال یکی برای آواره کنیم بزنیم بمبریم. بسیار بچه هستن که بچه هایش آواره منو میزنن میبرن. یا که ضروری هم میان که پاساژیرن. یا اینکه در راه میگذره تنوای میزنش. الکتریک هم بسیاری هستن. مشاهده همین حال هستیم. میبینیم این کارو. هم خیلی پیش اونه که مرگ بالای ما و شما غلبه نکنه. باید تئوری ما رو ببینیم. نماز رو بخونیم. چقدر بگم بچه بی نماز باشه چقدر میشه میره. چقدر میبینه میره. ایزا میکشن از کی مثلا سیونکت میکنن. فردا میخیزن بخیزه. یا عباد الله آبان دوی خدا بخیزین جواب بتین بعد وقت چخیل میکنین ما همچون برادر دوستون میدارم با خاطر الله میگم تو اگر با ما باشه گفت که ما شما حتی نماتون نمیدونم چی نام دارین ما با خاطر الله اسوزش دل که برای که من بسیاری جا میرم برادرم میبینه از سبب که بی‌نمازشون جینشون زدگی اوجا اوتا و چشون زور زور گریه دارن که ما چیکار کنیم بعضیش بیچاره 10 سال شد که با همراه اون فرزندش که جین زدگی با همراه همو عذاب کشیده از سبب چه حساب بی‌نمازی شه انسان که نماز خون گیر دوانه او جین خریب شده نمیتونه گیر دوانه وای پری ملائکه های عبادت الله اگر گیر دوانه پری ملائکه های یگان جین نزدیک شده نمیتونه چه خیلی که عالم انسان چقدر انسان ها بسیارن آدم ها بسیارن همین قدر عالم جن ها انسان ها بسیارن اما ای جن ها با ملائکه ها بسیارن اگر که ما الله سبحانه و تعالی طلب کردیم گیر دوانه ما شما پری ملائکه میشه تلاوت قرآن کردیم گیر دونای مبرم میکنه الله همه ما شما حفاظت میکنه نکی وقتی بی‌نماز شدی گیر دوانای تو پری شیطان میشه جین میشه درون تو جین میدره شیطان میدره به هر راه وسواست میکنه بعد میبرن گفتی اپا روز از روزا یگان جا تیرت میکنه که عرق میگه عرق بخور عرق مینوشی و میره دیگه ماشین میزنه بعد حرام میمری و مخاطر یعنی کی جایی که نباشه اتق الله حیث ما کی جایی که نباشه الله بترسین عبادت الله در درجه اولاد مونه در یکم جو مونه فهمیدین؟ فهمیدین؟ کیسر من نمازه؟ چی با پگه؟ چی با یه روز نکنی برای طهارت کنی بخونه نمازه؟ نماز گرفتن نماز بگیرین لباسوتان نمازی کنین نماز بخونه شاید فردا و فردا رو نزنین اون خیلی؟ وعلیکم السلام شاید نزنین اون خیلی؟ چی میدونه؟ اون گارانتی هسته؟ خدا میگه اومد تدری نفس ما ده تکسیبا و شما میگه نمیدونید فردا چیکار میشه
Там можно وما проехать تدري до نفس 10 بيرد вечера. و نمیدونه شما در کدام زمین میمرین. До 10. بسیار برادر بودن که میگفتن تاجیکستان برای امسوس کنین یکی در همه جمع ای سبب کرونا تویشتان را اون کرده شد. Хорошо. خیلی Не, сегодня не Всё, получится. Богдан, я Читать сегодня не ویدیو را получится. دیده؟ Понедельник شنیده؟ только. خیلی؟ انا Читать فکر не خدا получится نکنه сегодня. همون باشه که در Понедельник برکت только. و یکان عمل با امراض نباشه. فهمیدی؟ کارم سر میکنی. انی. Брат, можно приехать, хиджаму сделать. Понедельник будем читать женщин. سلام خوبی. بخدا. چی؟ Нет, женщинам делают. انی خیر. دو گفتن. اون کامرا اون دیگه. زب سنگ نه کامرا. چی داریم؟ این هفته باشی سیان کامرا کنه. تولی یک مهم است. فهمیدی؟ اگر کی بول میام تو. اگر نبود اگر نموره بگه نتونه پرتم. قسم زده میشه. حانیس میشه. یا من خواست بام بیام. تمام. ان شاء الله خدا نگهدار. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك. ام قبل سخت متو باشم. بخش نمیپرسم برو کیش مونږ نه غواړي. الله تعالی خدا. ای روز میگم. خیر. سیمان با خاطر الله میگم. برو تو قبول کن. فرضاً. الو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نه اگر نخورین نه اینترنت. نه، نه، نه. او برای سونگه که ایش مونږ.